ارزیا پلوس با تکیه به یک منبع نزدیک به آثارخانه صدرالدین عینی خبر داد که بنا به معلومات هنوز رسما تصدیق نشده، حالا در پایتخت تاجیکستان مسئله چپه کردن این آثارخانه سردفتر ادبیات شوروی تاجیک بررسی شده ایستاده است. به گفته این منبع، از نام معاون اول شهردار دوشنبه امیرخان قربانزاده به اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان با چنین مضمون نامه آمده است. در نامه گفته می شود که آثارخانه به گیم پلان شهر موافق نیست و گویا منظره اطراف را بی‌زیب می کند. معلوم نیست که در جای آثارخانه عینی چی بنای ساختنی اند. گفته است این منبع در شهرداری دوشنبه بعضی پلیس وعده دادند که در رابطه با این مسئله معلومات رسمی ارائه خواهند کرد. ایرج عینی نبیره صدرالدین عینی از شرح این مسئله خودداری کرده است. آثارخانه عینی در مرکز دوشنبه سال 2018 در عرفه 140 سالگی او ترمیم شده بود. صدرالدین عینی برای سهمش در رشد ادبیات و زبان تاجیکی و در تأسیس جمهوری تاجیکستان سزاوار عنوان قهرمان تاجیکستان شده است. در سالهای آخر آثارخانه‌ای که در منزل عینی در مرکز پایتخت تاجیکستان تأسیس دادند در حقیقت در بین دهها قصر و کوش و بناهای آسمانبوسی که در مرکز دوشنبه قامت افروختند دیگر مثل یک کلبه ناآباد می‌نماید، حتی بعد ترمیم کلیه‌اش در سال 2018. ولی مخلصان قلم عینی میگویند ارزش این خانه بظاهر نظرناگیر در آن قد و بست و زیب و زینتش نیست، بلکه در ارزش معنویش است که از صدها بنای آسمانبوس بالاست. بسیاری‌ها به ویژه روشنفکران تاجیک شیوه بازسازی پایتخت تاجیکستان را تنقید میکنند و میگویند در پایتخت به خاطر از آهن و بتون و شیشه و پلاستیک ساختن باز چند بنای آسمانبوس بی‌ذوق و بی‌ارزش همه آثار دوشنبه عصر 20 را از بین برده ایستادند. ولی این آثار نظرناگیر تاریخ یک دوران مهم است که دوشنبه طی همین دوران از یک قشلاق خرد نوآباد به شهر کامل و پایتخت تاجیکستان تبدیل یافت. آثارخانه عینی هم به عقیده روشنفکران یک جزء برجسته از همین پاره تاریخ دوشنبه است که میتواند مثل تئاتر مایاکوفسکی، پوچتام، بازار شامنصور، کینوتئاتر جامی و خیلی دیگر از آثار تاریخی عصر 20 پایتخت تاجیکستان به بازگشت محو می شوند.